دوستان سلام. اینجا بالا اشتوج 2000 یه حمام قدیمی داره که قدمت چند هزار ساله داره. بریم که با هم از اینجا دیدن کنیم. حمام قدیمی روستای بالا اشتوج یا معروف به حمام امیر اسد که تاریخ ساختش برمیگرده به دوران اواخر قاجاریه. مسائلی که توی این سازه استفاده شده از سنگ و آجر و گچ و ساروج بوده. البته چند سال پیش که این حمام تخریب شده بود و مدتی میشه که دوباره بازسازی ظاهری بالا سقفش بازسازی شده و ترمیم شده. البته نیاز داره بیشتر بهش رسیدگی بشه و جاذبه خوبی میشه برای جذب گردشگر و توریست. کاش به اینجا رسیدگی بشه، چون واقعا حیفه. این بناهای قدیمی شناسنامه‌های این شهر هستن و به همین راحتی از بین نرن.